پارت سوم، 5 منطقه آبی رنگ. در میان مناطق آبی جهان، اوکیناوا رتبه اول را به خود اختصاص داده است. به ویژه زنان اوکیناوا از طول عمر و سلامتی بیشتری نسبت به زنان نقاط دیگر دنیا برخوردارند. 5 منطقه عنوان شده در کتاب مناطق آبی نوشته دن بوئتنر عبارتند از: 1. اوکیناوا ژاپن، به ویژه بخش‌های شمالی جزیره. بومی‌های این منطقه رژیم غذایی سرشار از سبزیجات و توفو دارند و آن را در وعده‌های کوچک مصرف می‌کنند. علاوه بر فلسفه ایکیگای، موآی یا ارتباطات عاطفی نزدیک با دوستان و فامیل نیز نقش مهمی در طول عمر آنان ایفا می‌کند. 2. ساردینیا، ایتالیا. بومی‌های این جزیره روزانه مقدار زیادی سبزیجات و 1 یا 2 لیوان نوشیدنی مصرف می‌کنند. مانند اوکیناوا، ارتباطات اجتماعی نیز عامل دیگری است که مستقیماً با طول عمر آنها ارتباط دارد. 3. لاما-لیندا، کالیفرنیا. محققان گروهی از پیروان کلیسای ادونیست‌های روز هفتم را مورد مطالعه قرار دادند که از طولانی ترین عمر در ایالات متحد برخوردارند. 4. شبه جزیره نیکویا، کاستاریکا. مردم محلی این منطقه پس از 90 سالگی به طور چشمگیری فعالند. بسیاری از ساکنان قدیمی با بیدار شدن در ساعت 5:30 صبح و رفتن به مزارع برای کار کردن هیچ مشکلی ندارند. 5. ایکاریا، یونان. 1/3 ساکنان این جزیره که در نزدیکی کشور ترکیه واقع شده است، بیش از 90 سال عمر دارند. به همین دلیل آن را جزیره عمرهای طولانی خطاب می کنند. به نظر می رسد راز آن سبک خاص زندگی است که خاستگاه آن به 500 سال قبل از میلاد مسیح می رسد. در فصلهای بعدی عوامل متعددی را که به نظر می رسد برای طول عمر در مناطق آبی، به ویژه اوکیناوا که آن را دهکده طول عمر نامیدند، بررسی خواهیم کرد. اول از همه باید به این نکته اشاره شود که 3 منطقه از این 5 منطقه جزیره هستند که در آنجا منابع اولیه زندگی کمیابند و مردم باید برای رفع نیازها به یکدیگر کمک کنند. برای بسیاری کمک به یکدیگر میتواند آنقدر ایکیگای قدرتمندی باشد که آنان را زنده نگه دارد. بنا به نظر دانشمندانی که مناطق 5گانه آبی را مطالعه کردند، عوامل اصلی طول عمر، تغذیه، تحرک، هدفمند بودن در زندگی به معنی ایکیگای و ارتباطات قوی اجتماعی، داشتن دایره ارتباطات با دوستان و روابط خانوادگی خوب است. مدیریت زمان اعضای این جوامع به گونه‌ای است که استرس کمتر شود، از مصرف گوشت و غذای آماده کاسته شود و نوشیدنی الکلی بسیار کم مصرف شود. آنها ورزش‌های افراطی انجام نمی‌دهند، اما تحرک روزانه دارند. پیاده روی می‌کنند و به سبزیکاری می‌پردازند. مردم مناطق آبی به جای رانندگی اغلب پیاده روی می‌کنند. کاری که تمام این افراد انجام می‌دهند این است که روزانه مقداری از زمان خود را به باغبانی می‌پردازند، البته تا حدی که به بدنشان فشار نیاید. راز 80%. یکی از رایج‌ترین جمله‌های ژاپنی هارا هاچیبو که آن را قبل یا بعد از خوردن غذا تکرار می‌کنند. هارا هاچیبو و معنای آن چیزی شبیه این است: تنها 80% شکم خود را پر کن. حکمت قدیمی توصیه می‌کند که تا خرخره نخورید. به همین دلیل اوکیناوایی‌ها زمانی که احساس می‌کنند 80% حجم معده‌شان پر شده است، دست از غذا خوردن می‌کشند تا با طولانی کردن روند هضم غذا که خود باعث اکسید شدن سلول هاست، بدن را فرسوده نکنند. البته راهی برای آگاهی از 80% حجم معده وجود ندارد. فقط باید بدانید که پیش از آن که کاملا احساس پر بودن کنید، دست از خوردن بکشید.
کشیدن دوباره غذا، خوردن میان وعده هایی که واقعاً لازم نیست یا خوردن پای سیب بعد از ناهار بسیار لذت بخش است. اما در دراز مدت نخوردن آن بیشتر باعث خوشحالی شما خواهد شد. نحوه سرو غذا نیز بسیار اهمیت دارد. ژاپنی‌ها با سرو کردن غذا در ظرف‌های کوچک متعدد کمتر غذا می‌خورند. در رستوران‌های ژاپنی یک وعده غذای معمولی در 5 ظرف کوچک روی یک سینی سرو می‌شود که 4 ظرف کوچکتر و ظرف غذای اصلی کمی بزرگتر است. وقتی 5 ظرف غذا پیش رویتان باشد، احساس می‌کنید که قرار است مقدار زیادی غذا بخورید. اما در واقع مقدار آن طوری است که پس از اتمام غذا کاملا احساس سیری نخواهید داشت. این یکی از دلایلی است که غربی‌ها در ژاپن وزن کم می‌کنند و اندامشان متناسب می‌شود. مطالعات اخیر توسط متخصصان تغذیه نشان داده است که اوکیناوایی‌ها روزانه 1800 الی 1900 کالری مصرف می‌کنند و شاخص توده بدنیشان 18 الی 22 است، در حالی که در ایالات متحد مصرف روزانه 2200 الی 3200 کیلوکالری است و شاخص توده بدنی 26 الی 27 است. رژیم غذایی اوکیناوایی‌ها سرشار از توفو، سیب زمینی شیرین، ماهی 3 بار در هفته و سبزیجات روزانه 300 گرم است. در فصل مربوط به تغذیه خواهیم دید که این 80% شامل مواد سالم مغذی سرشار از آنتی اکسیدان است. موآی وصل به زندگی. در اوکیناوا مرسوم است که در جوامع محلی گروه‌های دوستانه تشکیل می‌دهند. موآی گروهی از مردم عادی هستند که با علایق یکسان گرد هم آمدند و مراقب یکدیگر هستند. اغلب آنها کمک به دیگران را بخشی از ایکیگای خود می‌دانند. ریشه اصلی لغت موآی به دوران بسیار سخت گذشته باز می‌گردد. زمانی که کشاورزان همواره کنار یکدیگر بودند و در دوران طاقت فرسای درو و برداشت محصول به کمک یکدیگر می‌شتافتند. اعضای موآی ماهیانه مبلغ مشخصی جمع‌آوری می‌کردند و از آن هزینه‌های جلسات، شام، بازی‌ها، شطرنج ژاپنی یا هر سرگرمی دیگر جمعی را می‌پرداختند. پول جمع‌آوری شده صرف فعالیت‌های گروه می‌شد، اما اگر مبلغی از آن زیاد می‌آمد، یکی از اعضا چرخشی مقدار مشخصی از پول مازاد را دریافت می‌کرد. به این ترتیب عضو موآی بودن باعث ایجاد احساس ثبات روانی و امنیت مالی می‌شد. اگر یکی از اعضای موآی به مشکل اقتصادی بر بخورد، می‌تواند از پس‌انداز گروه مساعده بگیرد. هرچند که جزئیات شیوه حسابداری هر یک از گروه‌های موآی بر حسب اقتصاد آن متفاوت است. اما احساس تعلق و حمایت با ایجاد حس امنیت در اعضا امید به زندگی را افزایش می‌دهد. در ادامه این مقدمه کوتاه و معرفی عنوان‌های پوشش داده شده، ما به بررسی